مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم تویی آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امیر فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم راجع به شکایت فضانوردا از صدا و سیما با شما صحبت بکنیم. شاید با خودتون بگید که مگه میشه فضانوردا از صدا و سیما شکایت بکنن؟ بله میشه، توضیح میدم اگر ببینید این ویدیو رو تا انتها. چند وقت پیش یکی از این آخوندا بلند شد رفت تلویزیون و تا تونست، یا بهتره بگم به اصطلاح خودمون تا خشتک، از دولت آقای روحانی انتقاد کرد و گفتش که دولت آقای روحانی نشستن پای منقل، نمیدونم مواد میزنن چی میزنن و پای بساطن و کلا به فکر عشق و حال و عیش و نوش خودشونن و اصلا به فکر مردم نیستن، تا حدی که حتی جواب وزرای خودشون رو هم نمیدن. باز شرایط فعلی مملکت و وضعیت گرونی و این اتفاقات عجیب و غریب آنچنان چرت و پرت و بی ربط هم این آخونده نمیگفت. بریم صحبتشو بشنویم. مسئولین در صحبت قبلی عرض کردم مسئولین چه کار دارن میکنن. آقای افروق هم یه خورده خیلی بیشتر از بنده در مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن که ما قبول داریم. مسئولی که میشینه تو خونش، نمیدونم به شما اگر اصولم شاید پای منقل هم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره. حتی وزراش باش به شما اگر اصولم نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت کنن. این مسئوله. من یادم میاد اون مسئول و وزیری که گفت من اومدم مسئولیت گرفتم به خاطر اون یه لیوان شیر خری بود که در بچگی وقتی مریض شده بودم به من دادن خوردم. من فکر میکنم، حالا نمیگم اکثرا، خیلی از مسئولین که در نظام جمهوری اسلامی آمدن مسئولیت گرفتن مثل این که یه دونه از اون لیوانه میخورن، هر وقت میان مسئولیت میگیرن. بنابراین 30% از این که جمهوری اسلامی در واقع اسلامیتش زیر سوال رفته به خاطر مسئولینه. 10% به خاطر استکبار جهانیه. چقدر در داخل ایران توطئه میکنه، چقدر افراد رو منبع و عامل خودش کرده که اونها مجبورند که سر بنهند بر دستورات اون. 10% هم بر عهده خود مردمه. ایشون یه اشاره کوچیکی کردن که مردم در بعضی از جاها در واقع مسئول هستند. بله مردم مسئولن. چرا مردم مسئول نباشن؟ ما مردم مسئولیم، مسئول خوب انتخاب کنیم. چرا کسی که میاد 4 سال به شما که اصلا آزمایش خودش رو بد پس میده دوباره میایم اون رو. حالا اما دولت آقای روحانی تصمیم گرفته بعد از صحبت‌های این شخص که گفته بود دولت آقای روحانی مواد میزنن و تریاک میزنن و کلا فضانوردن، قصد داره که از صدا و سیما شکایت بکنه و به نوعی خبر در شبکه‌های مجازی اینگونه پیچیده که فضانوردا قرار از صدا و سیما ها شکایت بکنن. اما این اتفاق از 2 حالت خارج نیست. ببینید، بحث اول بحث آزادی بیان هستش که باید اتفاق بیفته که ما در ایران عموما آزادی بیان آنچنانی نمیبینیم، یعنی اینکه افراد بتونن آزادانه نسبت به اتفاقاتی که در جامعه صورت میگیره انتقاد بکنن. اما اگر این آزادی بیان همراه با توهین باشه دیگه فکر میکنم هیچ کسی بر نمیتابه و حتی اگر تو همین آلمانش هم شما میتونید آزادی بیان داشته باشید، رسانه ها میتونن آزادانه انتقاد بکنن، از اون طرف هیچ کسی جرأت نداره که در قالب آزادی بیان توهین بکنه. که این شخص، حالا این آخوندی که آورده بودن و این گونه صحبت میکرد، به نظر من صحبتش چاشنی توهین هم داشت که طبیعتا هیچ کسی بر نمیتابه. از اون طرف گفتم دیگه این روزها در صدا و سیما ایران اتفاقات عجیب و غریب و پشمریزون زیاد اتفاق میفته و یه عده هم به مدیریت صدا و سیما انتقاد میکنن و این میگن که آقا این وضعیت چی هستش، جمعش بکنین، چه وضعیتی داره اتفاق میفته، تا جایی که خسرو معتضد که یکی از کسانی هستش که اصطلاحاً تاریخدان هست و در خصوص اتفاقات تاریخی ایران
مطالعه داره و بعضا در صدا و سیما ما این شخص رو به عنوان کسی که تاریخ رو راجع بهش صحبت میکنه آورده بودن تو تلویزیون با آقای زیبا کلامی که روزنامه نگار هستن و یک کتاب هم در خصوص رضا شاه نوشته بودن مناظره بکنن. اما این مناظره دیگه کم مونده بود اون وسط مسطا با هم دیگه فحش ناموس بدن در تلویزیون و کلا یه شیر تو شیری شده بود تلویزیون. البته برای مردم، برای بیشتر مردم این نوع مناظره ها و این نوع دعواها همیشه جذاب بوده. ببینید ای مردم من دارم برای تاریخ قضاوت میکنم. من دارم تاریخ رو میگم. آقای زلزله کرمانشاه هم رضا شاه بفرمایید. ببین دیدی گفتم پوپولیست. من دارم از کتاب وزیر خارجه مملکت دارم میخونم. اونم وزیر خارجی که رضا شاه چشم رضا شاه بوده. تمام جزئیات. اگر کتابی باشه که مدح رضا شاه باشه مردش هستی بیا اینجا بخونی؟ بله. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، چرا به علی دروغ میگی. عزیزم نه ببین شما پوپولیستی. نه شما پوپولیست شما الان دارید پوپولیستی برای اینکه توجه. عزیزم نه شما پوپولیست هستی. آقای صادق زیبا کلام هیچ وقت نظامی نبوده. من خدمت نظام رفتم. پدرم سرهنگ بوده، دکتر بوده، در درجه سرگردی 5 ماه زندانی شوروی بوده که مادر من میرفت در بندر انزلی پدرم ببینه. رضا شاه بوده. نه شما اشتباه دارید. خیلی هم رضا شاه دوستش داشته ولی تاریخ نه رضا شاه ازش متنفر بوده. تاریخ ببینید عزیز دلم، شما ببینید مردم یه عده‌ای که نمیدونن، این نسل جوانه. ببینید من دارم میگم ما نمیخوایم دوره اشغال ایران تجدید بشه. ما میخوایم مردم ایران اشغال نشه این مملکت. شما اگر چه اشکال داشت جای آقای زرقامی ترسو بیچاره‌ای که میگفت به عرض رسید فرمودن نفرمودن. فکر کن یه ژنرالی مثل ژنرال شهاب بود، یه افسری بود شجاع میرم میگفت اعلیحضرت دارن حمله میکنن، یه فکری بکنید کامیون بخریم، توپ بخریم. چرا توپا رو تهران نگه داشتید؟ چرا زره پوشا تو تهرانه؟ چرا تانگا تو تهرانه؟ بفرستید به مرز. شما برید نگاه کنید ستانش شنیدید کلمش؟ یعنی در تمام ایران ماشینای مردم میگرفتن. مردم هم اون دلکو رو ور می‌داشتن که ماشین ندن به ارتشیان. خراب مشاهده کردن. جمله مال فرهنگستانه. شما ببینید قربانت گردم. ببین یه چیزی دارم بگم. من هیچ گونه نظر بعد گفتم نه کمونیستم، نه تجزیه طلبم، نه مصدقیم. نه ببین من یه آدم هستم تاریخ. برای من تاریخ مهمه. و نظر حکومت اصلا چنین چیزی نیست. این کجا ما امروز ما الان خدا پدر این حکومت بیامرزه. ما الان 2 جلسه داریم همش متن سنا میفرمایید جناب علی. داره پخش میشه. گفتم من بنده هم همینطور. نه داریم واقعیت، برای که واقعیت آقا برقراری امنیت درسته. مورخی منصف هستش که وقتی داره نکات منفی میگه تجزیه و تحلیل بکنه. آقا این مملکت 4 تا روزنامه داشت. ترکیه در همون زمان 800 تا روزنامه داشت. ما یه رادیو داشتیم، رادیو ایران، که برق چون نبود تو مملکت کسی نمیشنید. آژیر هواییشو مردم نمیشنیدن. بذارید واقعیت بگیم آقای دکتر صادق زیبا کلام، ما نمیخوایم این مملکت اشغال بشه. ما نمیخوایم این مملکت مردمش با دوست داشته باشن، باید برای ایران بمیرن. حالا اما یه اتفاقی افتاده. این آقای خسرو معتضد که آقای زیبا کلام بهش میگفتش شما دروغ میگی، اون به این میگفت دروغ میگی، کسی بوده که مشاور سریال معمای شاه بوده، پرهزینه ترین سریال صدا و سیمای ایران، سریال معمای شاهی که با مشاورهایی که آقای خسرو معتضد داده بود، بعضی از سکانس هایی که توی 7-8 سال پیش ساخته شده بود، 10 سال پیش ساخته شده بود، دوباره ضبط شد و ضرر میلیاردی متحمل شدن برای سریال معمای شاه. از اون طرف هم فکران آقای زیبا کلام هم دیگه میدونید چه شخصایی هستن و یه عده میگن که این وسط حالا چون نزدیک انتخابات دارن میشن، جنگ زرگری رو انداختن که سر مردم رو گرم بکنن، حواس مردم رو ببرن به یه لاین دیگه که گفتم دیگه یه ذره دیگه ادامه میدادن کار به فحش ناموس و اتفاقات دیگه هم میکشید. اما صدا و سیما از قدیم الایام یعنی شاهکارهای عجیب و غریبی داشته و شاید بدترین اتفاقی که در صدا و سیما افتاده سانسوراش تو مسابقات والیبال بود. اگه یادتون باشه کلا یه صحنه رو 200 بار تکرار میکنن و سانسورها در فیلم‌های سینمایی که مثلا رنگ سکانسی میمدن عوض میکردن و این سانسوره خیلی مردم رو اذیت میکنه. در مسابقات فوتبال و در جام جهانی و جای مختلف هم ما این سانسوره رو زیاد دیدیم. اما خانم لیا زنگنه اومده بود و در خصوص
سریال در پناه تو هم یه توضیحاتی داده بود که گفته بود که پارسا پیروزفر رو 4 بار گریم میکردن که این آدم زشت به نظر بیاد، خانومایی که مثلا پارسا پیروزفر رو میبینن به گناه آلوده نشن. ببینید مثلا خوشچهره بودن پارسا رو اون چیزی که من یادمه 3 بار 4 بار 5 بار گریمش رو عوض کردن که الان متوجه شدم برای که زیبا نباشه. آره زیباییشو بگیرن تو گریم. بله متاسفانه. یعنی اون کارشناسای مذهبی یا اون کسایی که کار سانسور رو در صدا و سیما انجام میدادن خدایی خیلی دمشون گرم بوده و کلا معلوم نبوده چی میزدن. حالا گفتیم کارشناس مذهبی، من نمیدونم که بعضی از این کارشناسای مذهبی رو از کجا پیدا میکنن. یعنی واقعا اگه این ساقی اون کسی که این کارشناسای مذهبی رو پیدا کنه معرفی بکنید، فکر کنم مردم این مقداری کمتری درد و رنج و اذیت بشن از این اتفاقات تلخ این مدت ایران، از این گرونی ها و اتفاقاتی که صورت میگیره. حالا کجاش؟ ببینید بعضی وقتا سری کارشناسای مذهبی رو میارن که میخوان مثلا روایت های تاریخی مذهبی داشته باشه. من همیشه هم گفتم که هر شخصی هر دین و مذهب و باوری که داره برای خودش محترم هستش و باید به باورهای هر شخصی احترام گذاشت، باید به تفکراتی که هر کسی در بعد مذهب و باور خداشناسیش داره احترام بذاریم. به حال اون شخص این تصمیم رو گرفته، حالا یه شخصی دوست نداره مثلا خدایی که اون میپرسته رو بپرسته، ولی به نظر من باید احترام بذاره به اون شخص. یا میتونه حالا نصیحتش بکنه یا مثلا بحث خداشناسی و درس خدا و اینا رو بره بهش بگه، اون طرف اگه دوست داشته باشه قبول میکنه، دوست نداشته باشه قبول نمیکنه. اما یه سری از این کارشناسای مذهبی که میارن تو تلویزیون یه سری روایت‌های تاریخی رو وقتی میگن، یعنی از خودشون در میارن، پر و پشم هر کسی میریزه. مثلا یه شخصی آوردن آقای حجت الاسلام سید مطهر سید علیزاده اگه اشتباه نکنم اسم فامیلش رو، که من سرچ کردم تو اینترنت، ایشون پژوهشگر حوزوی هم هستن، این پژوهشگر هستن در موضوعات مذهبی و جای مختلف. یه سخنرانی کرده بود، گفته بود که توصیه های امام باقر به کاربران شبکه‌های اجتماعی. آخه یکی نباید بره یقین آخونده رو بگیره. مردک مگه زمان امام باقر شبکه‌های اجتماعی وجود داشته؟ مگه اینستاگرام وجود داشته؟ اصلا اینترنت بوده؟ مگه برق بوده؟ مگه موبایل بوده که شما برمی‌داری مثلا توصیه‌های امام باقر در خصوص شبکه‌های اجتماعی رو میگی؟ ببینید باورتون نمیشه. ببینید امام باقر علیه السلام توصیه‌هایی دارن به عزیزانی که در شبکه‌های مجازی دارن فعالیت میکنن. آقا میفرمایند که اوصیک به 5 به 5 تا چیز شما رو توصیه میکنن. اگر در پست کسی، اون هم جایی که محل اظهار نظر عمومی هستش، برخلاف نظر صاحب پست کامنتی نوشتی ولی اون کامنتت رو حذف کرد، یا خدای نکرده متن رو که تو کپی کرده بودی بدون نام اون رو برای خودش منتشر کرد، شما این کار رو در مورد اون تکرار نکن. در فضای مجازی خیانت کردن کار راحتیه. مثلا اگه کسی بدون منشن کردن و اعلان در جایی از شما نام برد و شما رو مسخره کرد یا تهمتی به شما زد یا نسبت ناروایی به شما داد، این کارش خیانت به شماست. تو این کار رو در مقابل اون انجام نده. هرگز خیانتش رو با خیانت پاسخ نده. اگر تو رو تکذیب کردن، تو هرگز با خشم و غضب پاسخ نده. اینجا فضای گفتگوه، کسی ملزم نیست حرف تو رو بپذیره. و این مدحت فلا تفرح. از فضای مجازی انتظار نداشته باش که همیشه برخورد یکسانی با تو داشته باشه. کاربران اینجا همون مردمی هستن که در کوچه خیابون از کنار ما میگذرن و با اونها تعامل داریم. اونها همیشه از ما تعریف نمی کنن. لذا از تعریف و تمجید امروزشون در کامنت ها و پست ها خیلی خوشحال نشو. و ان ضممت فلا تجزع. و اگر نکوهشت کنند بیتابی نکن. اونهایی که امروز زیر پست حرف حق تو رو به تمسخر میگیرن و یا نام تو رو و نام دوستانت رو به زشتی بیان میکنند، ناراحت نشو، بیتابی نکن، همیشه با اونها با طمأنینه برخورد کن. بله، یعنی همین صحبت ها و همین چیزها رو برمیدارن توی تلویزیون پخش میکنن
که یه عده دین زده میشن، یه عده بهشون دیگه باور ندارن. شما میخواید درس تاریخی بدی، درس مذهبی بدی، با یه داستانی بگو که مردم یه مقدار تفکر میکنن، به عقلت شک نکنن. این یه نمونهش بود. یا مثلا یه شخص دیگه ای رو آوردن توی تلویزیون و گفته که از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی دیده شده بوده. بابا به خدا شما این کارو میکنید، مردم شما رو ببینن دیگه باورتون نمیکنن. چرا به شعور و تفکر مردم توهین میکنید؟ من نمیدونم. جرأت هم ندارن هیچ رسانه‌ای تو ایران راجع به اینا صحبت بکنه. چون اگه راجع به اینا صحبت بکنن میگن آی به لباس روحانیت توهین شد، آی بریم باورهای امام و انقلاب توهین شد. بابا اینها با این سخنرانی‌های چرت و پرتی که میکنن اینا بهمون بیشتر توهین میکنن. دیگه این چیزای خیلی ساده و پیش پا افتاده هستش. ببینید بعد از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها میرسید، حضرت زهرا به خاطر اون اسمش محدثه است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم میکرد و میگفت ایرانی ها خواهند اومد. چون شما ببینید از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام. اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است که جبرئیل، امام فرمود که جبرئیل با احادیث با خبر انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آرامش میشه، تسلیت. بله بازم میگم، یعنی با این اتفاقاتی که میفته واقعا مردم رو دین زده میکنن. حالا بازم بود از این سبک سخنرانی‌ها که دیگه من دلم نیومد براتون پخش بکنم. یه سری توضیحات رو میدن راجع به سری از موضوعات. من حالا نمیخوام چون توهین بکنم و مسخره بکنم، یعنی اینا دیگه خیلی تابلو بود و اصلا راجع به مذهب من هیچ وقت ورود نکردم و نمیکنم، به خاطر اینکه میگم باید احترام گذاشته بشه به عقاید و باورهای هر شخص. اما یه چیزی دیگه واقعا تابلو چرت و پرته. و حالا بگذاریم از کل این اتفاقات، یه سری از این حضرات هم که کارشناسن رفتن به یه سری حضراتی که بالاتر تصمیم گیرندن گفتن که آقا نشون دادن ساز و آلات موسیقی در صدا و سیما حرامه و نباید نشون داده بشه. یعنی خواننده میخواد بیاد بخونه بعد میکروفون بگیره دستش بیاد اون سازمازش بعد اون پشت مشتا بمونه، پخش نباید بشه و نشون نباید داده بشه. یعنی یه موضوعی هستش که من واقعا همیشه تو ذهنم بوده که چرا آقا نشون دادن ساز در صدا و سیما ممنوعه. هیچ کسی هم تا الان یک جواب قانع کننده نداده که مثلا شما گیتار رو میبینی مثلا چه اتفاقات درون اتفاق میفته که مثلا نباید نشون داده بشه. مثلا کیبورد رو میبینی، مثلا نمیدونم واقعا مثلا گیتار برقی رو میبینی تو صدا. یعنی من اینجا برای دوستان آلمانی خودم توضیح میدم که آقا تو تلویزیون ایران نشون دادن ساز ممنوعه، مسخره میکنم، شوخی میکنی؟ جواب قانع کننده هم واقعا واسش ندارم. در هر صورت این شده وضعیت صدا و سیمای شلنگ و تخته‌ای و کارشناسایی که میارن توی صدا و سیما. و حالا چند تا ویدیو هم پخش شده بود چند وقت پیش، توهین کرده بودن مثلا به قومیت‌های مختلف که حالا راجع به اون بعداً بحث خواهیم کرد. بله این شده وضعیت صدا و سیما که به صورت انحصاری هم هست. هیچ کسی هم اجازه نداره توی ایران تلویزیون خصوصی بزنه، چون اگر تلویزیون خصوصی بزنید آقایون در صدا و سیما بهشون بر میخوره، میگن همه چیز باید تحت نظارت ما باشه. اوکی تحت نظارت شما، اما با اینکه شما نظارت میکنید این آدم‌های شلنگ و تخته‌ای رو برمی‌دارید میاد تو تلویزیون که نظرهای عجیب و غریب بدن. نمیدونم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو دکمه قرمز رنگ این پایین هست سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک کنید یا برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. مرسی.